کلاهبرداری در خانه همسایه شماری از پناهجویان افغان به دلیل تمدید جعلی ویزایشان در زندانهای ایران به سر میبرند. افغانستان زیر پرچم طالبان یونما میگوید که طالبان قتل‌های غیر قانونی و مجازات‌های ظالمانه انجام دادند. فیسبوک و آغاز سیاست ضد طالبی، صفحات تلویزیونی ملی و خبرگزاری دولتی باختر تحت اداره طالبان از سوی فیسبوک بسته شد. شکست پی همه طالبان در پنشیر و اندرا، صالح از گسترش فعالیت و خالد امیری از پیروزی مقاومتگران اندرا خبر دادند و پیام ضد غرب از تهران، پوتین و اردوغان با رهبر مذهبی ایران در تهران دیدار کردند. با درود و وقتتان بخیر. به خبرهای ساعت 10 شب از آماج نیوز خوش آمدید. شماری از شهروندان افغانستان به دلیل تمدید جعلی ویزایشان از سوی تعداد دیگری از افغانهایی که در ایران کلاهبرداری می‌کنند در زندانهای این کشور به سر میبرند. این پناهجویان که به صورت قانونی وارد خاک ایران شده بودند بعد از تکمیل مدت ویزایشان اقدام به تمدید آن میکنند، اما به گفته آنان از سوی شهروندان افغانستان که در ایران کلاهبرداری میکنند ویزایشان تمدید جعلی میشود. یکی از این پناهجویان که هنگام برگشت به افغانستان از سوی مرزبانان ایران به دلیل جعلی بودن ویزایش به زندان برده شده میگوید من به مدت 40 روز در زندان بودم. بالاخره با دادن مبلغ هنگفت از زندان رها شدم. او می‌افزاید افغان‌های خود ما پاسپورت‌های مردم را به بهانه تمدید میگیرند و بعد با گرفتن مبلغ هنگفت ویزا را تمدید جعلی میکنند. هر هموطن ما که میخواهد افغانستان بیاید وقتی میرود که به پاسپورتش خروجی بزند از سوی نیروهای انتظامی ایران گرفتار و به زندان کشیده می شود. این پناهجو اضافه کرده است همین حالا به تعداد بیش از 20 نفر در زندان ایران به دلیل تمدید جعلی پاسپورتشان گیر ماندند. هر کدام این جوانان بیش از 2 ماه می شود که در زندان هستند. ایرانی ها به خاطر رهاییشان از 15 الی 20 میلیون تومان رشوه طلب می کنند. از سوی هم در اسنادهایی که به دسترسی آماج قرار گرفته دیده می شود به دلیل تمدید ویزای 1 ساله هر گذرنامه 23 تا 25 میلیون تومان گرفته شده است، اما در ورق تمدیدی که باید مبلغ دریافت شده ذکر شود ذکر نشده است. این جوانان مهاجر از دولت ایران میخواد که جلوه چنین جعلکاری های سازمانی یافته گرفته شود. همچنان به گفته پناهجویان افغان کلاهبرداران به صورت گسترده فعالیت دارند، اما تا اکنون برای توقفشان از سوی دولت ایران اقدام جدی صورت نگرفته است. با تماس‌های مکرر تلاش کردیم تا دیدگاه شرکت‌های تمدیدی ویزای جعلی می‌کنند را داشته باشیم، اما حاضر به پاسخگویی نشدند. در ماه‌های اخیر دولت ایران به مهاجرین فاقد مدرک برگه اقامت داد، اما خیلی ها با داشتن برگه هم از این کشور اخراج شدند. از سوی دیگر کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل میگوید که 65% از تمام پناهجویان تازه وارد افغان به ایران از سوی حکومت این کشور رد مرز می شود. این سازمان علاوه کرده است که به حکومت ایران توصیه کرده تا افغانهای متواری از جنگ را رد مرز نکند، اما ایران همچنان بر رد مرزی افغانها ادامه داده است. زیادتر از افغانها کنجا می باشند، بلد نمی باشند که در کجا برن تمدید کنن، چه رقم کنن، امیرا و رویش هیچ بلد نمی باشند، نمیفهمند بس سیستمش به همون سیستم کاری ایران، یعنی چه رقم در کجا باید برن، دفتر کفالت برن یا پلیس مهاجرت، این چیزا رو بلد نمی باشند. و یا همون دفتر کفالت یا پلیس مهاجرت جوابشان میتونه که ما بر شما تمدید نمیکنیم. بازی مجبور میشه که به کمیشن کارا یا بینوی کلاهبردارا بده که بر ما تمدید کن. اما یک بار که مهاجر میتونه تمدید کنه ویزای خود برای 3 ماه تقریبا 160 تومان است. 160 تومان از پیششان دفتر کفالت اگه بخوایی که قانونی تمدید کنه 160 تومان میگیرن برای تمدید میکنن. و اگه به یک کلاهبردارا و دوزا بده
باز اینا دیگه از 5 میلیون شروع است که 5 میلیون 6 میلیون حتی تا 10 میلیون 20 میلیون هم میگیره از مردم که اقامه میگیریم و مثلا میکنن خود زیاد چیزا رو به مردم نشان میتم درو. از خودم همین نفر عمر نفر قیصری که از پیش ما 6 میلیون خواسته بود. باز در آخر که ما یکم شکبر شدم ما پاسپورت ما پیش از بند مونده بود پاسپورت ما برام نمیاد که این جعلی از سیستم مردم به ما گفتن که در سیستم ثبت نمیکنن. بازی گفت که بیا 5 میلیون بر ما بده اگر جعلی بود ما 10 برابر بر تاوان میکنم. باز وقتی که ما دیدم جعلی بود به سر مرد رفتم اونا بردن باز مرا به زندان طیبات بردن. اونجا که در سر مرد که جعلی باشه زندان طیبات انتقال میتونه این موچه کنه. باز مردم اونجا بلاک کرد. ما که میخواستم برای زنگ بزنم که اگه جعلی هست اون 5 میلیون ما برای شما میبخشم خیره. بر ما بگو که من دوباره برگردم برم طرف ایران برم از طریق اردوگاه از یک طریق دیگه خدا به افغانستان انتقال بدم برم. بازی عمود دقیقه رو بلاک کرد. بر بار اول که تمدید میکنن بار اول که تمدید کردم به بسیار راحت رفتم دفتر کفالت دادم پاسپورت ما بر ما تمدید کردن. تقریبا یک ماه پاسپورت ما موجود بود. یک ماه بعد رفتم گرفتم 3 ماه تمدید کرده بودن. باز به بار دوم تمدید نمیکنن فکر کنم. ما زیاد جایا رفتم تا مشهد رفتم اصفهان رفتم در دفترهای کفالتش دیگه پاسپورت ما رو پس به ما دادن ما تمدید نمیکنیم ویزا را. ویزایتون تمدید نمیشه. یک بار کردن بار دوم نمیشن جواب دادن. هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان در تازه ترین گزارشش در پیوند به نقض حقوق بشر از زمان تسلط طالبان بر افغانستان گفته است که زیر حاکمیت طالبان قتل‌های غیر قانونی صورت گرفته است. یونما افزوده است که از زمان تسلط مجدد طالبان بر افغانستان قتل‌های غیر قانونی، مجازات‌های ظالمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز صورت گرفته است. بر اساس این گزارش که امروز چهارشنبه 29 سرطان نشر شد از 15 اگست 2021 تا 15 جون 2022 میلادی 700 غیر نظامی در افغانستان کشته و 406 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. طبق گزارش یونما طالبان در این مدت 160 مورد قتل، 178 بازداشت خودسرانه، 23 مورد بازداشت غیر قانونی و 56 مورد شکنجه و بدرفتاری با نظامیان حکومت پیشینی افغانستان را مرتکب شدند. در گزارش آمده است که طالبان از 15 آگوست 2021 تا 15 جون 2022 میلادی 59 مورد قتل فرا قانونی، 22 مورد بازداشت خودسرانه و 7 مورد شکنجه بدرفتاری با افرادی وابسته به گروه داعش را مرتکب شدند. یونما همچنان گفته است که طالبان در این مدت 18 قتل فراقانونی، 54 مورد شکنجه و بدرفتاری، 113 مورد بازداشت خودسرانه و 23 مورد بازداشت فراقانونی افراد متهم به ارتباط و همکاری با جبهه مقاومت را مرتکب شدند. از سوی هم یونما در این گزارش خود تایید کرده است که طالبان زندانیان خود را شکنجه و شوک برقی می‌دهد. و گفته هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان طالبان در این مدت 217 مورد عملی را مرتکب شدند. در همین حال طالبان گزارش هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان مبنی بر نقض حقوق بشر و قتل‌های غیر قانونی را تکذیب کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در توییترش نگاشته است که در افغانستان به هیچ گونه قتل‌های غیر قانونی و بازداشت‌های خودسرانه اجازه داده نمی شود. او افزوده است اگر فردی مرتکب قتل و گرفتاری خودسرانه شد خودش مجرم پنداشته می شود و با برخورد شرعی مواجه خواهد شد. در پی به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان کشتار غیر نظامیان، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و آزار اذیت شهروندان به بهانه‌های مختلف به ویژه همکاری و ارتباط با جبهه مقاومت افزایش یافته است. شبکه فیسبوک همه صفحات رسمی تلویزیونی ملی افغانستان را که زیر کنترل طالبان فعالیت می‌کرد بست. طالبان پس از تسلط بر افغانستان کنترل رادیو و تلویزیونی ملی افغانستان را به دست گرفتند. این تلویزیون دولتی در جریان بیش از 10 ماه گذشته فعالیت‌های طالبان را گزارش می‌داد. فیسبوک تا اکنون در مورد مسدود کردن صفحات تلویزیونی ملی افغانستان توضیحی نداده است. طالبان
با گرفتن کنترل رادیو و تلویزیون ملی لوگوی آن را که با رنگ‌های پرچم ملی افغانستان طراحی شده بود تغییر داد. در حال حاضر صفحات دری، پشتو و انگلیسی تلویزیون ملی که نشان آبی فیسبوک را داشت حذف شده است. پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، فیسبوک صفحات رسمی شماری از ادارات دولت پیشین را مسدود کرد. صفحات رسمی فیسبوک وزارتخانه‌های دفاع، داخله، مالیه، معارف، انرژی و آب، فواید عامه و مرکز رسانه‌های حکومت قبلا از دسترس کاربران خارج شده بود. د ملي رادیو تلویزیون پښتو او دری فیسبوک او انسټاګرام پاڼې د فیسبوک د ادارې له لوري د نامعلومو دلایلو له امله تړل شوي دي. د فیسبوک ادارې دا کار د ټولو رسنیزو اصولو او د بیان د ازادۍ خلاف عمل دی. ملي رادیو تلویزیون یو ملي نهاد دی، د ملت غږ او د خلکو رسنۍ ده او یوازې هغه څه پکې خپریږي چې ولس یې غوښتنه کوي. ملي رادیو تلویزیون د خلکو د رسنۍ په توګه چې تل یې د خلکو غږ ته کوښښ ورکړی پر خپل موقف ټینګار کوي او له فیسبوک کمپنۍ څخه غواړي چې رسنیزو اصولو ته په پام سره د بیان ازادۍ ته ژمن پاتې شي او د ملي رادیو تلویزیون ټولنیزې پاڼې ژر تر ژره خلاصې کړي. امرالله صالح، معاون نخست رئیس جمهور فراری افغانستان گفته است که طالبان در جنگ با مقاومتگران در بغلان و پنجشیر شکست خوردند. آقای صالح در برگه فیسبوکش از گسترش فعالیت و اراضی تحت تسلط مقاومت خبر داده است. او نگاشته است ملیشه های طالبان پس از تلاش های زیاد برای محاصره و سرکوب مقاومت در پنجشیر و بغلان شکست خوردند و پس از هر حمله نافرجام طالبان نه تنها مقاومت قوی تر شده، بلدیت و انطباق بیشتر با اراضی پیدا می کند، بلکه تسلط سایگونه خود را گسترش می دهد. او همچنان گفته که طالبان افغانستان را برای مردم یک زندان سرباز ساختند. خالد امیری، یکی از فرماندهان جبهه مقاومت نیز در توییترش پیروزی مقاومتگران را تبریک گفته است. امیری نگاشته است لشکرکشی طالبان به اندراب‌ها و خوست، ایجاد یک جنگ نابرابر و شکست شرمسارانه آنان در برابر پاسبانان عزت و شرف کشور نشانگر مستحکم شدن هر روزه اراده مردم در جنگ علیه جل، افراطگرایی و تروریسم است. او این پیروزی را به تمام همسنگران و مقاومتگران در اندراب‌ها و خوست تبریک گفته است. این در حالی است که از یک هفته بدین سو نبردهای شدید بین طالبان و نیروهای جبهه مقاومت در خوست و اندراب ولایت بغلان جریان دارد. آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر مذهبی ایران، در دیدار با رئیس جمهوری روسیه گفته است که هوشیاری در مقابل فریبکاری غرب ضروری است. او افزوده است که آمریکایی‌ها هم زورگو هستند و هم حیله‌گر. رهبر مذهبی ایران در این دیدار که روز سه‌شنبه 9 جولای در تهران صورت گرفت اضافه کرده است یکی از عوامل فروپاشی شوروی سابق فریب خوردن در مقابل سیاست‌های آمریکا بود. البته روسیه در دوره شما یعنی پوتین استقلال خود را حفظ کرده است. آقای خامنه‌ای همچنان تصریح کرده است که دلار را باید به تدریج از مسیر معاملات جهانی خارج کرد و این کار به صورت تدریجی ممکن است. در این دیدار رهبر ایران در مورد جنگ روسیه در اوکراین گفته که در قضیه اوکراین چنانچه شما ابتکار عمل را به دست نمی گرفتید، طرف مقابل با ابتکار خود موجب وقوع جنگ می شد. خامنه‌ای همچنان ناتو را موجود خطرناک توصیف کرده و افزوده است اگر راه در مقابل ناتو باز باشد حد و مرزی نمی شناسد و اگر جلوی آن در اوکراین گرفته نمی شد مدت بعد به بهانه کریمه همین جنگ را به راه می انداخت. دو طرف همچنان در مورد برنامه‌های مشترک در سوریه صحبت کرده و خامنه‌ای خواستار بیرون کردن آمریکایی‌ها از مناطق حاصلخیز و نفتخیز شرق فرات سوریه شده است. پوتین نیز گفته که ایران و روسیه در سوریه در حال مبارزه مشترک با تروریسم هستند و در زمینه نظامی نیز تلاش می‌کنیم همکاری‌های دو کشور و همچنین همکاری و مانورهای سه‌جانبه با چین را توسعه دهیم. این پنجمین بار است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در دوران رهبری آیت الله خامنه‌ای با او دیدار می‌کند.
در همین حال سید علی خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران روز گذشته در دیدار با رئیس جمهوری ترکیه نیز گفته است که حمله نظامی در سوریه به نفع تروریستان خواهد بود. آقای خامنه‌ای در دیدار با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفته است که با تروریسم حتما باید معارضه کرد، اما حمله نظامی در سوریه به نفع تروریستان خواهد بود. البته تروریستان نیز محدود به یک گروه خاص نیستند. قابل یادآوری است که سفر همزمانی پوتین و اردوغان به تهران برای بررسی روند مذاکرات آستانه و تحولات سوریه صورت گرفته است.